ولی شما ببینید همین یهودی ها در چی شرایطی باشه، حتی پرزیدنت آمریکا هم باشه وظیفه خود حساب میکنه اسرائیل حفظ کنه، حتی پرزیدنت آمریکا باشه. بنابراین چرا؟ چون اونا در نظام فکری یهودی ها جو کردن که دولت حفظ کردن این نجات ما، این مسئله شخصی ما، این منفیت هر یکی ما. بنابراین هر یک یهودی در کنار این که وای ایمانش حفظ میکنه، زبانش حفظ میکنه، قومش حفظ میکنه، اول وظیفه‌اش است که دولتش حفظ کنه. اگر دولتش از بین رفت او خودش گناهگار میکنه. چند مورد برای خود این کتاب بگید و صحبت دولت محور چی است؟ ببینید دولت محور یعنی که در همین محور، در مرکز اندیشه دولت استاده است. من الان شرحش گفتم که چون برای تاجیکان حالا دولت مسئله رقم یک است و دیدگاه دولت محور این است که ما هر حرکت، هر سخن، هر فکری میکنیم باید اول ببینیم که همین به دولت ضربه میزنه، دولت رو ضعیف میکنه، به دولت ضرر داره یا نه، منفیت دولت رو خلل میرسونه یا نه. اندیشه محوری ما این است که مردم ما از سببی که سابقه درازی زیستن در شرایطی نداشتن حکومت سیاسی، من به دولتی نمیگم، حکومت سیاسی بودند، همون حسی صاحب دولتشون از دست داده. این بسیار بد است. یعنی ما امین اگر یک تاجیک گیریم که نظام ارزش های یک تاجیک، اینا ناموس، ننگ، مثلا اویلا، میمونداری، خشتبور، پهلوانی یا که زبان، فرهنگ، اینا شاعری ما برای فرهنگ گیریه میکنه، برای زبان شعر مینویسه، برای یک اخلاق. همه ما جامعه ارزش محوریم، لیکن همین جامعه به دولت باری کلان شده. بنابراین حاضر من میخوام که دولت را در نظام ارزش‌های فرد جو کنیم که مثلا هم گونه که مادر گفته می سرایی، زبان گفته می سرایی، وطن گفته می سرایی، با دولت هست اون چیزی که بالاتر از همه این همه ایره کفالت میده، همه ایره حفظ میکنه. یعنی یک رسالتی من در می کتاب، یک پیام من همی بود که در شکله یا جدولی ارزش‌های ملی ما کنار زبان و فرهنگ و نمیدونم چی و دولت هم در بالا است و هر توجیه در کنکی مثلا در خارج است، در داخل است، مخالف است، موافق است، چیکاری هست، باید میره دونه که دولت این مسئله بی بحث است، دولت این ارزش اساسی است. ولی شما ببینید همین یهودی ها در چی شرایطی باشه، حتی پرزیدنت آمریکا هم باشه وظیفه خود حساب میکنه اسرائیل حفظ کنه، حتی پرزیدنت آمریکا باشه. بنابراین چرا؟ چون اونا در نظام فکری یهودی ها جو کردن که دولت حفظ کردن این نجات ما، این مسئله شخصی ما، این منفیت هر یکی ما. بنابراین هر یک یهودی در کنار این که وای ایمانش حفظ میکنه، زبانش حفظ میکنه، قومش حفظ میکنه، اول وظیفه‌اش است که دولتش حفظ کنه. اگر دولتش از بین رفت او خودش گناهگار میکنه. بنابراین ما این کتاب دیدگاه دولت محور میگه که دولت در محور اندیشه ها باید قرار گیره، همچون چتری نگهدارنده ملت. اما از سببی که بسیاری از مردم ما، حتی سیاسیون ما، فرق دولت از حکومت نمیفهمند. ولی جواب نوشته از اون طرف که نخود دولت محور و حکومت محور باشیم باید یعنی اینجا گپ دوباره حتی باب اول همین کتاب است که فرق دولت از حکومت چیست. برای همین من چی میگم که ای برادر، ای دلیر، میگم مثال همین تاجیکستان آخرین جزیره، آخرین پاره، آخرین همین جایی است که تاجیک هم شد ملتی صاحب دولت رسما حکومت داره. این ممکن در شمال افغانستان تاجیک هستن اونا حکومت ندارن. بنابراین این آخرین جایی است که تاجیک همچون ملت حکومتی رسمی سیاسی داره و آخرین جایی است که چه است؟ تاجیک میتواند اما ارزش‌های خود، زبان خود، هویت خود، ملیت خود، هستی خود را حفظ کند. بنابراین جمهوری تاجیکستان هم یک فایز ماندگی، این آخرین شانسی تاجیکان است، آخرین شانسی تاجیکان برای داشتن دولت. فما
از نمی رو من میگم این اگر یک تحول دیگری تاریخی شوه، یک غفلت دیگه شوه، همین یک فویزم میره. این همین یک فویزم از بین روه، شما میگی نمیره، نه چخیل 99 فویزش رفت، همینش هم میرد. یک تحول دیگری تاریخی شوه تمام. بنابراین همین جمهوری تاجیکستان آخرین شانس، آخرین یادگار، آخرین امکانیت انا میره حفظ کردن در کار. مسئله رقم یکی تاجیکان اوزی دولت است. انا که دولت که حفظ کردی در درونی و هر کاری میکنی بکن، دنیاویش میکنی، دینی میکنی، دموکراتی میکنی، لیبرالی میکنی، سوسیالیستی میکنی، کمونیستی میکنی، در داخلی دولت میشه این کارا کرده. بنابراین گپ درباره دولت همچون کشور، همچون نظام، همچون او خانه عمومی ملت میره. اگر همیره حفظ کنیم بقای ملت ما کفالت، این از دستیم ملت ما هم سرگردان است. بنابراین دیدگاه دولت محور فقط یک کتاب نیست، یک کانسپت، یک پیام، یک محصول فکری تاجیکی است که من مثلا اول در بالای همین عبدالله راهنما و نیو یگان اندریف یگان جان لوک می نوشتم، ممکن همه اقتباس می آورد. بنابراین خاراکتر ملی ما باید تحول یابه که همدیگر اعتراف کنه، این کتاب خوانن. من فکر میکنم که یکی از پیام‌های جدی‌ترین محوری من همی بود. دیدگاه دولت محور نوشته عبدالله راهنما و این کتاب رو شما میتوانید از تمام فروشگاه کتاب تاجیکستان دسترس کنید.